با سلام خدمت اصحاب رسانه که امروز در خدمتتون بودیم و سپاسگزاریم از این زحماتی که شما میکشید. آقای میرترابی در مورد بازی میفرمایند، اگه سوالی بود در خدمت شما خواهیم بود. بعدم سلام عرض میکنم خدمت تمامی حضار محترم و جا داره قبل از اینکه راجع به مسائل فنی بازی صحبت کنم تشکر ویژه داشتم از این هوادارهای پرشور که 90 خورده دقیقه بدون یک لحظه سکوت داماشو تشویق کردن و انرژی که رو سکوها وارد بدن تیم شد باعث شد که ما بارها و بارها بتونیم به لحاظ فنی تولید موقعیت کنیم. حالا گرچه بازی به تساوی رسید ولی ما تو این 3 هفته‌ای که اومدیم تو تیم داماش سعی کردیم اول تو بحث روانی ذهنی تغییر ایجاد کنیم، ذهن برنده رو تو تیم بیاریم، جوری رفتار کنیم که بدن تیم باختن دوست نداشته باشه و تو 2-3 هفته که شما بتونید به نتایج هم نگاه کنین. هفته گذشته ما علیرغمی که 2-0 تو مثل شهر بابک عقب افتادیم با یه تغییر پلن نتیجه رو 2-2 کردیم و حتی میتونستیم 3-2 هم برنده باشیم. متاسفانه خب مربی‌ها تو ایران نمیتونن زیاد راجع به مسائل داوری صحبت کنن، تو حیطه کاری مربیان نیست. ولی من یه خواهشی از کمیته داوران دارم، از شخص آقای افشاریان دارم که یه مقدار فیلم‌های داماشون نه در این 3 هفته، از هفته اول بازبینی کنن با گروه کارشناسیشون. مگه میشه یه تیم در عرض 7-8 هفته فقط مشکلات داوری، عدم تمرکز داوران در دقایق بازی مال تیم داماش باشه؟ امروز داماش داره تو فوتبال ایران مظلوم واقع میشه. من اگه اومدم اینجا صحبت کنم فقط اومدم از حق برند داماش، اسم داماش، این هوادارایی که آروم و قرار نداشتن تو سکو دفاع کنم. این مردم رشت لیاقتشون این نیست که هر هفته یه دفعه بازی خیبرمون اتفاق میفته، یه دفعه بازی آستارامون اتفاق میفته. حالا ما هم جزء کادر فنی در اون بازی ها نبودیم ولی این اتفاقات افتاد. هفته گذشته تو مثل شهر بابک داور ادامه بازی میده، شما میتونید به فیلم مراجعه کنی، فیلمو بازبینی کنید، داور ادامه بازی میده. کمک داور سمت اونور که 85 متر با صحنه فاصله داره روی گوشی آیفون میگه پنالتی بگید. خب همین اتفاق امروز دقیقه 90 خورده‌ای شاید هم بهتر برای پنالتی گرفتن برای تیم داماش اتفاق افتاد ولی متاسفانه نه داور وسط نه کمک ها همکاری نکردن. این روندیه که فنی نیست. آن چیزی که در داماش فنیه بحث آمادگی جسمانی، بحث تغییر پلن‌های تاکتیکیه و اینکه تیم یه فوتبال جوندار و گردن کلوف بازی کنه بدون ترس. 90 خورده دقیقه داماش فوتبال گردن کلفت رو به جلوی بازی کرد، حتی در 5 دقیقه آخرم 3 تا موقعیت تولید کرد. ساعت‌ها داره تیم فنیمون زحمت میکشه. شاید فارس جنوبی رو فیلمشو 5 بار دیدیم و میدونستیم که نقطه ضعفش رو ضربات ایستگاهیه. شما میتونی فیلمو ببینی 5 تا موقعیت ما تو ضربه ایستگاهی تولید کردیم جلوی انتقال منفی تیم حریف که نقطه مثبت این تیم بود. دنبال این بود که ضد حمله سریع بزنه و حمله سریع بزنه گرفته شد ولی متاسفانه کمیته داوران گله داریم. گله اونم نمیتونیم نگیم. ما هم داریم توی این مملکت زندگی میکنیم، داریم مربیگری میکنیم، داریم تیمداری میکنیم و نباید شهر رشت و تیم داماش مظلوم واقع بشه. امروز داماش مظلوم واقع شد. سلام علیکم.